قطعا میدونی که غذا چقدر نقش مهمی در انجام یه فعالیت ورزشی داره و انرژی مورد نیاز شما رو برای انجام اون فعالیت تامین میکنه. حالا اگه نمیدونی در طی یک فعالیت ادونچر و کوهنوردی چه چیزی باید بخوری، این ویدیو مناسب توه و دعوتت میکنم تا آخر این ویدیو همراه من باشی. اینجا ادونچر آیکیوه و من یوسف تقی‌زاده هستم به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای و مربی همراه شما و تو این کانال قصد دارم به چالش‌ها و موضوعات خیلی مهم حوزه ادونچر و مخصوصا کوهنوردی پاسخ بدم. قبل از اینکه وارد نکات مهمی که براتون آماده کردم بشم، میخوام همینجوری درگوشی و دوستانه باهاتون دو تا مطلب رو انتقال بدم. اول اینکه تغذیه واقعا شخصیه و اون چیزی که به شکل استاندارد برای من مناسبه ممکنه برای شما مناسب نباشه. بنابراین سعی کنید در طی تجربیات مختلفی که در طی انجام اون فعالیت ورزشیتون دارید، تغذیه رو برای خودتون شخصی سازی بکنید. قضیه دومش هم این هستش که واقعا بدون غذا نمیشه و مجبورید که حتما بخورید. پس سعی کنید چیزهایی که دوست دارید رو تهیه بکنید و همینطور به این نکته توجه بکنید که با سخت شدن فعالیت ورزشی و با افزایش چالشش نیاز شما به اون تغذیه هم مبرمتر و حیاتی تر میشه. برای مثال اگه از کوه بخوایم مثال بزنیم، تغذیه یک کوهنوردی که برای یک اکسپدیشن زمستانی طولانی مدت میره به مراتب با اهمیت‌تر از یک تغذیه کسی هستش که یک برنامه تابستانی یک روزه رو داره. حالا قبل از هر چیزی میخوام گروه‌های غذایی مختلفی که میتونیم از بینشون انتخاب کنیم رو هم بهتون بگم. کربوهیدرات‌ها در طی فعالیت ورزشی و در طی روز به راحتی قابل هضمن. قند و نشاستتون رو تامین میکنن و مقدار انرژی مورد نیاز برای فعالیت اون یک روز رو براتون تامین میکنن. میتونید با پوره سیب زمینی، کوکو سیب زمینی و یا حتی ساندویچ های مربا این مسئله رو تا حد زیادی حل بکنید. وقتی مسئله وزن مهم میشه، مقدار کالری که در 100 گرم از اون ماده غذایی وجود داره خیلی اهمیت پیدا میکنه. اینجا چربی ها وارد میشن، جایی که میتونن کالری مورد نیاز شما رو بیشتر تامین بکنن و همچنین در زمستان ها مخصوصا برای گرم نگه داشتن شما خیلی موثرن. چربی ها، پروتئین ها هم هیچ رقیبی در بازسازی عضلات شما ندارن، ولی دیرهضم هستن و هضمشون مقدار اکسیژن زیادی نیاز داره. بنابراین در طی فعالیت ورزشی شما اجازه ندارید پروتئین بخورید. بعد از اتمام فعالیت این شب به کمپ میرسید و میتونید پروتئین مصرف بکنید و خیلی هم خوب هستش. ویتامین ها و مواد معدنی برای تنظیم الکترولیت خون شما و همینطور برقراری بالانس پتاسیم و سدیم و بدن شما بسیار موثر هستند. اینجا از میوه های تازه هم خیلی خوب میشه استفاده کرد. و نهایتا آب که به هر نوعی در هر فعالیت ورزشی شما تعرض خواهید داشت و هیچ چیزی مثل خود آب جایگزینش نخواهد بود. در نظر داشته باشید پوشش شما هم توی این قضیه نقش خیلی مهمی داره که در یک کلیپی که بعداً ضبط میکنم هم این مشکل رو براتون توضیح خواهم داد. خب تو این بخش میخوام به 8 تا نکته‌ای که براتون آماده کردم و نکاتی که غالبا افراد رعایت نمیکنن رو براتون ارائه بدم. حتما توجه کنید به این 8 تا نکته و سعی کنید توی دونه به دونه تجربیاتی که دارید از اونها استفاده بکنید. نکته اولش این هستش که از قبل برای برنامه غذاییتون باید برنامه‌ریزی بکنید. نمیشه اینجوری یه دفعه‌ای و یهویی وارد یک برنامه شد. شما باید بدونید تعداد روزها، سختی، محیط و منطقه، همه چی باید بدونید که بتونید بر اساس اون کالری مورد نیاز خودتون رو تامین بکنید و یک برنامه‌ریزی خیلی خوبی براش داشته باشید. پس نکته اول و مهم این هستش که قبل از شروع فعالیت ورزشیتون حتما نسبت به اون یک برنامه‌ریزی کافی رو داشته باشید. نکته دوم اینه که حتما باید با توجه به فعالیت ورزشی که دارید انجام میدید غذا رو انتخاب بکنید. برای مثال برای کوهنوردی غذاهای با کالری بالا و کربوهیدرات بالا خیلی مناسبن. هرچند باید تلاشتون رو بکنید که یک تعادل خوبی بین چربی و پروتئین و ویتامین و اینها برقرار بکنید. نمک و سدیم و پتاسیم همه اینها رو باید یک تعادلی بتونید برقرار بکنید و این قطعا برنامه‌ریزی یک و دو شناخت اون فعالیتی که دارید انجام میدید با اینا خیلی خوب قابل کنترل هستش. نکته سوم هیدراته شدنه. توی رفرنس ها هست برای هر 12 ساعت فعالیت شما نیاز به 4 تا 5 لیتر آب دارید. عددیه که واقعا من خودم وقتی داشتم میخوندم یه ذره تعجب کردم، چون حمل این مقدار آب عملا در طی یک فرآیند کوهنوردی یا کوهپیمایی غیر ممکنه. شما ماکسیمم 2 تا 3 لیتر آب میخواید حمل بکنید و
همین نکته رو بدونید که آبی که دارید حمل می‌کنید به هر حال برای شما کافی نیست و باید حتما به دنبال جایگزین‌هاش باشید. این سه نکته اول و خیلی مهم. باید به فکر کاهش وزن باشید. قطع به یقین ما میتونیم بله خیلی غذاهای مختلفی ببریم ولی نمیتونیم بیش از یه حدی وزن حمل بکنیم. اینجا اهمیت مدیریت وعده‌های غذایی ایجاد میشه و مطرح میشه. اینکه من چجوری توی یک وزن مشخصی بتونم کالری بیشتر، مواد غذایی متناسب‌تری ببرم. غذاهای خشک شده یکی از گزینه‌هایی هستن که میتونن توی این امر خیلی کمکتون بکنن. نکته بعدی توجه به محیط و شرایط محیطی و اطرافتون هستش که خیلی موثرن تو اینکه چه چیزی میتونید شما بخورید. در نظر داشته باشید تو ارتفاع 7000 متری تغذیه‌ای که میتونید داشته باشید با تغذیه یک برنامه دره‌نوردی چقدر متفاوت هستش که در فصل تابستان داره برگزار میشه. بنابراین به این نکته مهم توجه بکنید که به شرایط محیطی و وضعیتی که برنامه رو دارید اجرا میکنید باید آگاه باشید و بر اساس اون انتخابتون رو انجام بدید. نکته بعدی این هستش که سعی کنید وعده‌های غذاییتون رو از تک وعده‌های سنگین به وعده‌های کوچیک و مشخص تقسیم کنید. مثلا من خودم همیشه یک صبحانه کوچیکی رو قبل از شروع فعالیت میخورم و در حین فعالیت دوباره یک صبحانه دیگه و باقی وعده‌ها هم همینجوری با حجم‌های کم ولی وعده‌های پرمغز سعی می‌کنم تکمیل بکنم. نکته بعدی این هستش که خیلی وقتا لازم ما قبل از شرکت کردن در یک فعالیت ورزشی نسبت به بارگیری و پر کردن ذخایر انرژی بدنمون اقدام بکنیم. قبل از شروع برنامه تغذیه و استراحت خوب خیلی میتونه در بالا بردن کیفیت فعالیت ورزشیتون نقش ایفا بکنه. و مورد آخر غذاهای بعد از فعالیت ورزشیتون هست که بیشتر باید بره به سمت برگردوندن بالانس بدنتون. غذاهایی که بیشتر بر پایه پروتئین هستن تا عضلاتی که از دست دادید رو بتونن بازسازی بکنن یا آسیب دیدن رو بتونن بازسازی بکنن و در نهایت املاح بدنتون و آب بدنتون برگرده به حالت نرمال. خب در آخر هم میخوام یه مقدار صمیمیت‌تر یه سری نکات کلیدی و اینجوری داخل پرانتزی بهتون بگم که از خودم تجربه کردم. یه مهمان هم داریم با FPV دارن تولید محتوا میکنن. عرضم به خدمتتون سعی کنید تنوع وعده‌های غذاییتون رو ببرید بالاتر. هر چی تنوع رو ببرید بالاتر قطعا خسته نمیشید از غذاهایی که دارید میل میکنید. نکته دوم از غذاهای رنگارنگ استفاده بکنید. غذاهای رنگارنگ باعث میشه که بزاقتون ترشح میشه و بیشتر میتونید استفاده بکنید از اون غذا و میلتون ناخودآگاه بیشتر خواهد. موضوع سوم سعی کنید اگر میتونید غذاهاتون بو داشته باشه. اینجا میتونید از ادویه ها و همینطور سبزیجات معطر استفاده بکنید، خیلی کمکتون میکنن. نکته بعدی اینه که میتونید از قرص های جوشان و انواع آب میوه ها استفاده بکنید. آب میوه های غلیظ برای بهتر کردن آب که خیلی خیلی من فکر میکنم موثر هستش. و در نهایت باید بتونید وزن رو مدیریت بکنید، یعنی به هر ترتیب ممکن که هست چون نمیتونید خیلی وزن زیادی حمل بکنید از غذاهای خشک شده مثل مثلا غذاهای فریز درای ها که حالا تو ایران هم هست جای مختلف هم هست میتونید استفاده بکنید و لذتش رو ببرید. اینجا ادونچر آی کیو، مطمئن باشید که سابسکرایب میکنید، دکمه زنگوله رو میزنید و لایک بکنید، انرژی میگیریم و قطعا سعی میکنیم محتواهای با کیفیت و به درد بخوری رو براتون تولید بکنیم. با من همراه باشید. من یوسف تقی‌زاده هستم. به امید دیدارتون.